سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم استماع هستین، جور صحت سلامت باشین و تشکری میکنم از شما که ویدیو رو بدید انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از فرزانه نوابی می باشه که این ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. در شروع میخوایم که از شما عزیزان سپاسگزاری کنم از کسانی که ویدیوها رو میبینن و کامنت های زیبا پست میکنن. دستتان درد نکنه. چشم من منتظر یار اگر بود بجا بود. متاسفانه ما نمیفهمم که امی شعر و کمپوز می آهنگ از کی است. لطفا اگر شما میفهمیدین ما را همچنان در جریان بانین. این آهنگ فرزانه جان نوابی از سی خوانده. این آهنگ در ماینر سکیل است. این آهنگ به نظر من مربوط راگ شیورنجانی است. خب اگر ما از سی بخونیم شیورنجانی ما چه رقم شکل داره بروی پرده های المونیم. ساری کا پا دا سا سا دا پا گا سا ساری کا پا دا سا سا دا پا گا سا. البته در این آهنگ اردوی نوت ما استفاده شده، یعنی اردو نوت و همچنان نیکومول هم استفاده شده که راگ ها اصلا ما چرا راگ یادآوری میکنیم بخاطر که دوستای ما در افغانستان از این طریق راگ و اینا بسیار بلد هستن. از اون خاطر اگر نه راگ هیچ معنایی نداره. وقتی که آدم کلاسیک نمیخونه راگ معنا نداره. راگ اصلا بر کسانی است که کلاسیک میخونن که از نمو اسکیل از نمو نوت ها هیچ بیرون نمیبریم. وقتی که آدم دیگه از نوت ها بیرون میشه، یعنی از اسکیل یک راگ بیرون میشه، دیگه آدم دیگه نباید در مورد راگ صحبت بکنه. خب من بخاطر اینجا گفتم میگم که دوستای ما از این طریق یعنی بلد هستن، میفهمن موسیقی را. از اون خاطر من این نام را میگیرم. برای من امو احساس آهنگ راگ شیورنجانی داده. خب میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. انتروی آهنگ از این سی ماینر کورد است و از ری شروع میشه. اینمی انترویش است. ری گا پا گا ری سا. بعد از انترو آهنگ میاید سرمی سی ماینر کورد استارت میشه و آستایی آهنگ از سه شروع میشه. چشم من منتظر یار اگر بود بجا بود اگر بود بجا بود. شما دیدین که اردوی مایل استفاده شد. شما یک بار سعی کنید، من برای یک انگشت نشان میدم. چشم من اینجا شتم استفاده شد و در دیگر قسمت شینال به ادامهش تیور من استفاده میشه. اصد چشم من منتظر یار اگر بود بجا بود اگر بود بجا بود. اینمی آستایش از دوستای عزیز. فرد دیگهش که عین ملودی داره، شما میتونید خودتان عین ملودی رو کار کنید. بعد از آستایی آهنگ دوباره در می سی ماینر کورد استارت میشه و از اینجا انترلود شروع میشه. این حالا هم را یک کش کار میکنم.
طریق سی ماینور کورد استارت میشه و از اینجا انتری آهنگ شروع میشه. انتری آهنگ از پر شروع میشه. تو پر از وسوسه بودی. شما دیدید دوستای عزیز که در اینجا ماتیور استفاده شد و همچنان نیکومل. تو پر از وسوسه بودی، بهاری دیده بودم. در این قسمت کورد تغییر میکنه، اما سی ماینور کورد است، اما این ورژن میشه. اینی دوتا نوت ما سوگه میه در بالا. اینطور توی بهترین بهانه از برای زنده ماندن، از برای زنده ماندن. حالا برای یک انگشت کار میکنیم. تو پر از وسوسه بودی، بهاری دل بودم. توی بهترین بهانه از برای زنده ماندن، از برای زنده ماندن. که آخر دوباره در سی ماینور کورد آهنگ استارت میشه. این تمام آهنگ بود دوستای عزیز. امیدوار هستم که شما عزیزان با بزرگواری خود لطفاً کاستی های ویدیو را ببخشید و همچنان فرزانه جان نوابی اگر شنیدم میخوایم که با بزرگواری خودشون کاستی های ویدیو را لطفاً ببخشید و همچنان اگر خواستن برای ما تشریح بدین که این آهنگ زیبا را کی تهیه کرده، شعر و کمپوزیتورش کی است. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده دوستای عزیز 4/4 تایم سیگنیچر است، یعنی کهربا. میریم و در کهربا ما تمرین میکنیم.